وقتی که یک روز گناه ها را جمع کردم قطعی مخلوق های دیگه پرتلو می اومدگی بردم و در روزه بیرون کردم همم قطعشون رفتم نزد خداوند. بختیار شوهر طبیبی که دعوای دیدار خداوند کرده است و گویا شاگرد حضرت خضر بوده است و حضرت خضر طبابت بیماران را به او تعلیم داده است. به سخنانش گوش اندازید که چی میگوید. صفت خداوند یک بچه یاشی قد درازه گفته بودم با میگم و یک بچه قد درازی یاشه موی سرش زرچه سرخچه رنگه. ما با مسافدی وا خوردم که اخیر دفعه فهمیدم که او حضرت خضر بوده است. بعضی ها میگن که حضرت خضر مرده، من نمیدونم مرده است نمرده است، زنده هست نیست. حقیقتا ده ما را دیدیم که ما را دعا داد، هوای کس ما را راه نشون داد. انا امی ایطوری سرم قپید ولنه رفت که تو تگی پوچوم یک گرمی سخت رفت. هوای کس مرا نشون داد که چی خیر روح تا ای بدن با میبروری، روح ای بدن میبروری، آسمان دروازه داره، کدام دروازه در رفتن در کوره با چیکار کردن در کوره. فقط روزای مگنید بوریده نبرو. مثال هم استادامون ما را درس میدن هم حضرت خضر. اما در مسئله دیدن خداوند که میگوید خداوند نعوذ بالله یک جوانی قامت بلند و چنین و چنان است و در مسئله شاگرد حضرت خضر بودنش البته این را به او یا جنها و شیاطین القا کرده اند یا از آن جهتی که مردم ما دوستدار اسلام و علما است از این سوء استفاده کرده به خاطر معروف و مشهور شدن و به باوری مردم در آمدنش چنین دعوای دروغ کرده است تا مردم در گرد او جمع شوند و کارش پیش رود. این همه سخنان او دروغ و باطل است. هر یکی را با دلایل جواب خواهیم داد. اولا اینکه خداوند به کسی یا به چیزی مانند نیست. الله رب العالمین می فرماید لیس کمثله شیء، یعنی کسی یا چیزی به او مانند نیست. صدق الله العظیم. پس این دعوایش دروغ و باطل است که گویا خداوند یک جوانی قد بلند و چنین و چنان است. حتی رنگ پوستش را هم بیان می کند. نعوذ بالله. انسان با چنین دعوا و اعتقادات از دایره اسلام خارج می شود و خودش هم آگاه نمی شود. و دیگر این که در دنیا دیدار خداوند شرعا ناممکن است. آقای بختیار، این دعوایی که تو کردی هیچ پیامبری نکرده بود. حضرت موسی پیامبر علیه السلام خداوند را در دنیا دیده نتوانست که او پیامبر خدا بود. تو چگونه دیدی؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی از خداوند پرسید که جمالت را برایم نشان بده، خداوند در جواب فرمود لن ترانی، یعنی تو مرا دیده نمیتوانی. سوره اعراف آیت 143. میتوانید قرآن را کشاده خودتان بخوانید. افضل و آخرین پیامبران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چنین دعوا نکرده بود. امام مسلم از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت می کند که فرمودند از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت در جواب فرمودند نور انا اراه، یعنی خداوند نور است، چگونه می توانم او را ببینم؟ امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم نوشته است جمهور متکلمین علمای عقیده از سلف و خلف و دیگر علما و مجتهدین امت اتفاق نظر دارند که دیدار خداوند در دنیا واقع نمی شود. یعنی هیچ کسی در دنیا خداوند را دیدن نمی توانند. میشینه صحبت میکنه اورم ای روح ای روحش ای بدنش برآورده میتونه. خداوند میبروє روحش که ای بدنش بروє دیگه او را دیدن نمیشوه. چشمت هم کور میکنه، چیزی در پیش باشه او را نابود میسازه. خداوند که ای جسم خودش خودش میبروه دیدش نمیشوه. جسم خدا انا همینطوره. من основной با قالب‌ها و چیزاش نمیگم. برای خداوند هست، خودش هم جسم داره. که خداوند ما جسمش میبروє او روح داره. یکم برده من یک روشنی کلان ندیدم. بعد دیم برده بعد با در جسم در اومد گفت بیا بشی در برم. مثال یورچ سورمون میبینیم.
چگونه خداوند روحش رو از بدنش میبرارد. فکر میکنی که چی گفته ایستاده ای؟ خداوند روح نیست، خداوند جسم نیست. روح و جسم مخلوقند، میرنده و نیست شونده اند. خداوند برای زنده ماندنش به روح و جسم نیاز ندارد. صفت ذاتی خداوند حی، یعنی همیشه زنده است که هرگز نمی میرد. پناه به خداوند از این گونه شرکیات. آقای بختیار، من کسی را حکم به کفر نمی کنم، ولی توصیه من برای تو این است که کلمه توحید را از سری نو عرضه کرده تجدید ایمان کنی. ما اوزی اگر چخه که هم پیامبر من گفتگی اگر محتوب دای دستم به تین محتوب دای دستم ایس خانم نمیگردم، من ایس خانم نمیگردم. چیزی که من دیدم همون را گپ میزنم که ما خداوند قطعی وا خوردم. که ما قطعی خداوند وا خوردم، یک گونه چندین بار رفتم. هر دفعه میگه دوستی ما بشی قطعی ما، دوستی ما بیا نزد ما، که خواستی بیا، تو دوستی ما هستی. اگر تو دوستی ما نمیبیدی من به تو راه نشون نمیدادم. آقای بختیار، آفتاب و ماهتاب را کنار بگذار. با این سخنان دعوای خود را اثبات کرده نمیتوانی. معیار حق شناسی برای تمام مسلمانان دو چیز است: قرآن و سنت. هر چیزی که مخالف این دو باشد باطل و دروغ است. از پیش خود هرگز چیزی مگو. آیا میتوانید تمام این همه دعواهایت را از این دو منبع معتمد اثبات کنی؟ زیرا از این گفتهایت برمی آید که تو یا پیامبری هستی یا از مقربان درگاه الله هستی. این را باید از قرآن و سنت اثبات کنی، ولی این البته محال و ناممکن است. به همین خاطر خوب میشد که به همان کار خودت مشغول شوی و به دین و اعتقاد مردم کار نگیری. وقتی که یک روز گناه را جمع کردم، قطعی مخلوقای ای دیگه پرتلو می اومدگی بردم ای دروازه بیرون کردم، خمم قطشون رفتم نزد خداوند. وقتی که ما گناه ها را میبرم و میمونم، بعد ای دیگه پرتلو روحو میوین همو جین میگین رهگم میزنده ایجا. وقتی مگدین دی بوجده هم مایو را جمع میکنم، با ما قطار میکنم نزد خداوند رو ایشون میکنم. هم مایو حقیقت داره. آقای بختیار، تو اصلا چی کاره هستی؟ طبیب هستی یا وظیفه فرشتگان را اجرا میکنی؟ تو به گناهان بندگان چی کار داری؟ همان مخلوقاتی از دیگر پرتل ها که میگویی آنها جین هستند که به تو یار شدند و تو را گمراه کرده اند. یک نمود گپ زدی که مردم فکر میکنند بغیر از تبابت گناهان بندگان را هم میبخشد، که این تنها کار خداوند است. چون این کار را هیچ پیامبر و اولیایی نکرده بود. سبحان الله. همه بعضی آدمایی که دینده هستین، دینده علما قطعی و دانشمندا قطعی بحث کردن در کار نیسته. اینا آدمایی که هستن که خدا دادگیه، خدا این را دوست میداره یا هنر دادگیه. همه بیستیم اگر تاریخ نگاه کنیم، دینم تاریخ شدگیه. همه علمای دین فقط ای تاریخ گپ میزنن، ای تاریخ دلیل میورن، ای تاریخ فقط ای تاریخ نویگری نیسته. بله، با عالم های دینی بحث کردن در کار نیست، زیرا در حال گمراهیت را آشکار می کنند. دین تاریخ نشده است و تاریخ دین نیست. دین قرآن و سنت است. با این گفته هایت چی مقصد داری؟ واقعا این سخنان شما خیلی خطرناک است. اعتقاد مردم عوام را نسبت به دینشان ضعیف می کند. تصور کنید وقتی بفهمید که این همه روز کارهایی که در دین انجام میدادید همه اش از تاریخ گرفته شده است، نه از قرآن و سنت. آیا با این مزخرفات اعتقاد شما نسبت به دینتان ضعیف نمی شود؟ پناه به خداوند از این گونه مردم فریبان. در آخر درخواست ما از تمام برادران و خواهران مسلمان این است که به یاوه‌گویی های بختیار شایف باور نکنند. او خود یک گمراه است و می تواند شما را به گمراهی بکشاند. اگر تبابت می کند بگذار کند، ولی از دین و عقیده سخن نگوید و در پیش مردم عوام و یا در پوبلیک چنین دعواهای دروغ نکند.